احتمالاً به گوشتون خورده که کامپیوترهای کوانتومی دارن و با اومدنشون کار بیت کوین و تمام ارزهای دیجیتال دیگه رو تموم می‌کنن. اما این واقعیه؟ باید نگرانش باشیم یا نه؟ تا آخر این ویدیو به جوابش میرسیم. سلام، من پارسام و به ویتوپدیا خوش اومدید. اول از همه ببینیم کامپیوترهای کوانتومی چیه. توی کامپیوترهای معمولی یا همون کلاسیک خودمون اطلاعات با استفاده از بیت هایی پردازش میشن که فقط میتونن دو تا حالت 0 یا 1 رو داشته باشن. اما توی کامپیوترهای کوانتومی با استفاده از اصل برهم‌نهی کوانتومی از بیت های کوانتومی یا کیوبیت ها استفاده میشه که میتونن به طور همزمان هم 0 و هم 1 رو نمایش بدن. و همین ویژگی هم باعث میشه که کامپیوترهای کوانتومی نسبت به کامپیوترهای کلاسیک قدرت پردازشی خیلی بالاتری داشته باشن و شیوه حل مسائل و معادلات پیچیده رو از این رو به اون رو کنن. و هرچی تعداد کیوبیت های در دسته کامپیوتر کوانتومی بیشتر باشه، قدرت پردازشیش هم به همون اندازه بیشتر میشه. مثلا یک محاسبه‌ای که با یک کامپیوتر کوانتومی با 500 کیوبیت به راحتی انجام میشه، ممکنه با یک کامپیوتر کلاسیک حتی با 2 به توان 500 بیت هم غیر ممکن باشه. و برای همینه که قدرت پردازشی فوق‌العاده زیاد کامپیوترهای کوانتومی باعث شده تا خیلی ها نگران تهدید اونو برای فناوری بلاک چین باشن. حالا چرا؟ همونطور که می‌دونید بیت کوین با یک مکانیزم رمزنگاری شده داره محافظت میشه که این احتمال وجود داره یک کامپیوتر با 1.9 میلیارد کیوبیت و با استفاده از الگوریتم شور تو 10 دقیقه این رمزنگاری رو بشکنه. ترسناک شد نه؟ حالا نرید کیف پولاتون رو خالی کنید، بذارید بقیه‌اش رو بهتون بگم، چون هنوز به اون نقطه نرسیدیم. هنوز زمانی که کامپیوترهای کوانتومی در عمل استفاده بشن نرسید و همچنان در حال توسعه هستن. شرکت IBM توی سال 2023 از پردازنده‌ای با 1121 کیوبیت رونمایی کرده و داره تلاش میکنه که تا آخر سال 2025 به پردازنده‌ای با 4000 کیوبیت برسه. طبق نظر جیمز گروس، یکی از متخصصان رمزنگاری، فناوری بلاکچین احتمالاً توی بازه 10 تا 20 سال آینده با خطرات خیلی جدی مواجه میشه. گروس به یه فرق مهم بین دو نوع کیوبیت اشاره کرده: کیوبیت‌های فیزیکی و کیوبیت‌های منطقی. حالا این دوتا چیه؟ خیلی ساده بخوام بهتون بگم، کیوبیت‌های فیزیکی خیلی پایدار نیستن و معمولا خطا ایجاد میکنن و برای درست کردن این خطاها میان از کیوبیت‌های منطقی استفاده میکنن که از چند تا کیوبیت فیزیکی تشکیل شده که معاملات قابل اعتماد تری رو بتونه ارائه بده. و معمولا پیشرفتایی که تو این حوزه کامپیوترهای کوانتومی اعلام میشه مربوط به کیوبیت‌های فیزیکیه، نه منطقی. پس هرچند کامپیوترهای کوانتومی از قدرت پردازشی خیلی بالایی برخوردارن، اما تا زمانی که روش‌های پیشرفته‌تری برای رفع این خطاها استفاده نشه، کاربرد عملی برای اونا ممکن نیست تقریبا. و خب البته این یه فرصته برای مدافعان بلاک چین که ازش استفاده کنن تا اون رو توسعه بدن. توسعه دهنده‌های بلاک چین میتونن کلیدهای رمزنگاری شده رو برای جلو زدن از این تهدیدات کوانتومی تنظیم کنن و یه جورایی مسابقه عددیه و افزایش طول کلیدها خیلی سریعتر از چیزیه که تهدیدا بتونن بهش برسن. و روشی هم که تو استاندارد رمزنگاری پیشرفته AES با کلیدهای 256 بیتی دیده میشه، در برابر حملات کوانتومی مقاوم به نظر میرسه. با این حال افزایش بی‌پایان کلیدها هم ممکنه برای مقابله با کامپیوترهای کوانتومی خیلی قوی کافی نباشه و حامیان بلاک چین هم باید حواسشون باشه که ممکنه الگوریتم‌های جدید و کارآمد دیگه‌ای بیاد توی بازی که زمین بازی رو عوض کنه. البته رمزنگاری‌های مبتنی بر شبکه هم یه مقداری ریسک و کاهش میدن، چون توی این روش‌ها یه مدل نویز ریاضیاتی به فرآیند اضافه میشه که حتی کامپیوترهای خیلی قوی کوانتومی هم ممکنه گیج کنه و انگار مثل این میمونه که یک معادله خیلی پیچیده ریاضی بهشون بدی که نتونن حلش بکنن. با این حال به‌روزرسانی یه رمزنگاری توی بلاک چین هم کار راحتی نیست. چرا مثلا توی بیت کوین راضی کردن تمام نودهای شبکه برای تغییر به الگوریتم رمزنگاری جدید کار خیلی سختیه. علاوه بر این به‌روزرسانی کلیدهای خصوصی فعلی هم کار خیلی پیچیده‌ایه، چون بعد از اعمال این رمزنگاری جدید سیستم میاد کلیدهای جدیدی رو تولید می‌کنه. اما فعالسازی این تغییر نیاز به امضای کاربرا با کلیدهای قدیمی داره. یه سری از کاربرای غیر فعال ممکنه هیچ وقت کلیدهای خودشون رو به روز نکنن که خب در معرض خطر خیلی جدی قرار میگیرن. مثلا کیف پولایی که برای خود ساتوشیه و میگن حدود 1 میلیون بیت کوین داخلشونه. و همونطور که آنتونی آنتونوپولوس یکی از حامیان بیت کوین میگه، ما زمانی از وجود کامپیوترهای کوانتومی مطمئن میشیم که بیت کوین‌های ساتوشی جابجا بشن.
حالا میرسیم به سوالی که اول ویدیو پرسیدیم. آیا کامپیوترهای کوانتومی باعث میشن بیت کوین نابود بشه؟ جوابش اینه که با این کامپیوترهای کوانتومی پیشرفته تهدیدی برای بیت کوین محسوب میشن، اما فعلا جای نگرانی نیست. اما توسعه دهنده‌های بلاک چین باید حواسشون باشه و خودشون رو برای آینده کوانتومی آماده کنن. اگر از این مدل ویدیوها خوشتون اومد، ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها برامون نظراتتون رو بنویسید و موضوعاتی هم که دوست دارید در موردش صحبت کنیم برامون بنویسید تا براشون ویدیو درست کنیم. و دکمه سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزنید تا ویدیو بعدی